گفتگوهایی با استاد، اثر پال تویچن، ترجمه زنده‌یات هوشنگ اهرپور. فصل 9، عشق خدایی. موسیقی ملایمی گذاشتم و بیشتر اوقات شب را بدان گوش می کردم، در حالی که ذهنم بر روی ربازارتارز و کارهایش دور می زد. امشب شبی بود که دست به آزمونی می زدم تا ببینم استاد تبتیم چگونه بدان پاسخ خواهد داد. با استفاده از شیوه های متفاوتی کوشش نمودم قدرت افکارم را گسترش بخشم تا شاید بتوانم او را به حوزه آگاهی خودم جذب نمایم. اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. آنگاه این فکر به ذهنم خطور کرد که از ارتعاشاتم نوعی حرکت جنبشی ایجاد کنم که با نوسانات ذهنیم به صورت منحنی‌هایی بیرون از خودم منتشر شود. نوعی نور خیالی که امواج آن را بشود به ارتعاشات یک ناقوس در حال نواختن تشبیه کرد، مانند ارتعاشاتی که به عقب و جلو می روند تا جایی که به سرحدات کیهان رسیده و دوباره به سوی خودم بازگردند. این ارتعاشات جریانی از نور بودند که با ابراز شگرفی از شعف و نیت خیر نسبت به ربازارتارز پر شده بودند. ناگهان او را دیدم که کنار تخت خوابم ایستاده و با برقی در چشمانش به من نگاه می کرد. او گفت: پس تو راز نفوذ به مرا آموختی؟ پال: چگونه توانستم این کار را انجام دهم؟ من خیلی کنجکاوم بدانم چه اتفاقی افتاده. ربازارتارز: تو ارتعاشاتی برپا کردی که من به واسطه آنها توانستم به سوی تو سفر کنم. کسانی که می توانند چنین کاری را انجام دهند چه از روی عمد و چه بر حسب اتفاق بسیار معدودند. اما من می دانستم که ذهن باهوش و زیرک تو دیر یا زود می بایست راهی بیابد که با من تماس بگیرد. چندین راه دیگر هم وجود دارد که در وقتی مناسب درباره آنها با تو صحبت خواهم کرد. پال: سرورم، من آمادم تا امر تو را به کار بندم. چه باید بکنم؟ ربازارتارز: هیچ، جز آنچه به تو میگویم و اینکه با چنان شدتی به خدا ایمان داشته باشی که تقریباً دردناک باشد. از این هم فراتر برو. این را بدان که برترین سلاح کائنات در آنچه من برای تو انجام میدهم نهفته است، نه فقط نفع شخصی تو. هیچ کاری را انجام نده مگر اینکه افکارت را بر روی خدا داشته باشی. آنچه من برایت میآورم در جهت منافع مأموریتی است که من در این طبقه زمینی دارم. میباید این را درک کنی که من قادرم همه آسمان و زمین را به حرکت درآورم، اما معدودی بیش نیستند که به خواست خدا پاسخگو باشند. آن اهل تبت به طرف من خم شد. صورتش بیش از یک وجب از صورت من فاصله نداشت. چشمانش همچون دو قرص آتش می گداختند. احساسی به من دست داد که گویی هزاران فرسنگ از این جهان دور شده باشم. ربازارتارز: ای محبوب ترینم، این را با تو می گویم. در این گفته ها یقین مطلق حاکم است که تو اعتماد، ایمان و یقینی در حد کمال به کلام من داشته باشی. البته تو چاره دیگری هم نداری، زیرا این حقایق همانگونه در ذات تو تعبیه گشتند که هوایی که اطراف ما و در سینه ما وجود دارد و ما را راه گریزی از تنفس آن نیست. از برای تو هیچ راه گریزی موجود نیست مگر اینکه بالاترین یقین و عشق را به کلام من داشته باشی. پس آنچه با تو میگویم برترین حقایق خدایی است. منزلگاهی بالاتر از این نخواهی یافت. چون از آنجا که من خدایم میتوانم و مایلم این قریحه شگفت‌انگیز را به تو ارزانی دارم که خود را به طریق کلام مکتوب بیان کنی. قدرت ایک درون تو بیدار شده است و تو به عنوان مجرایی برای آن عمل می کنی. ذهن تو فراسوی آنچه می توانی انتظار داشته باشی گسترده خواهد گشت. آیا می دانی چه رخدادی در حال وقوع است؟ ایک در حال مستولی شدن بر توست. تو داری به آن بدل می شوی.
به منزله روح الهی عمل می کنی، سخن می گویی، می بینی، می فهمی، می دانی و زندگی را به ظهور می رسانی. از جایگاه پروردگار جهانها و کائنات با فروتنی محض آخرین ذره نیرو و نفس خیش را در راه او و به نام او صرف کن، چون زندگی تو آنچنان دگرگون خواهد شد که روزی در شگفت خواهی شد از اینکه چه کسی بود آن که روزی این کالبد جسمانی تو را اشغال کرده بود. آری، حتی شاخصهای جسمانی و شکل چهره‌ات هم تغییر خواهد کرد. پس به نیروی خدایی چشم داشته باش، زیرا همکنون دارد از تو به مثابه مجرایی استفاده می کند که از طریق آن قدرت بالاترین طبقات الهی به این طبقه زمینی جاری می شود. تو داری در میان ما ساکنین جهانهای درون به فرزند نور ملقب می شوی.